کالدرون منطقی ترین بلاک بازی ماینکرافت. شاید الان با خودتون بگین که ماینکرافت خیلی بی منطقه، ولی نه، بزنین بهتون توضیح بدم. ولی قبلش تا آخر ویدیو رو حتما ببینین، چون یه سورپرایز خیلی مهم براتون دارم. میدونستین اگه توی آب و هوای بارونی کالدرون بذارید ممکنه توش پر آب شه؟ اینجوری هم نیست کامل پر آب شه، لول به لول پر آب میشه. جالبه نه؟ میدونستید اگه تو آب و هوای برفی کالدرون بذارید ممکنه توش پر اسنو پاودر بشه که شاید بتونه بعدا بهتون کمک کنه یا به کارتون بیاد. یا اگه اینجوری یه کالدرون بزنین بالاش 2 تا بلاک پایینی یا یه پوینت دریپستون بالاش هم با گلس بپوشونیم و بعدش یه بلاک لاوا بذاریم، به مرور که قطعای لاوا میریزه تو کالدرون پر لاوا بشه بدون که از لاوایی که اون بالا گذاشتیم کم بشه، که میتونه یه فارم لاوای خیلی خوب باشه. یا اگه بیایم دوباره یه کالدرون بزنیم و به جای لاوا این دفعه بلاک ماد بذاریم، به مرور که قطرهای آب داخل کالدرون چکه میکنه بلاک ماد تبدیل به یه دونه بلاک کلی میشه. جالبه نه؟ و میدونستی که تو بلاک کالدرون شما میتونی آرمادیلوهاتون رو جاساز کنی و اون تو گیرشون بندازین؟ البته که این احمقا فرار کردن، خاک تو سرتون. در نهایت سورپرایز اصلی که این رسیپی ساخت کالدرون و شما برای ساختش به 7 آهن نیاز دارین. اگه نکات بیشتری در مورد کالدرون میدونید حتما تو کامنت ها برام بنویسین. اگه از ویدیوم خوشتون اومد حتما چنلمو ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین. تا ویدیوهای دیگه، خداحافظ.